نده به میمونات بخورن. اول اختاپوسا رو قشنگ میشوریم. قبل از هر کاری لباس پوشیدن واجبه. لباسامو بپوشم. حالا یکی از این بچه‌ها رو در میاریم و میندازیم رو میز. شکمش رو قشنگ با چاقو تمیز میکنیم. برای ذوق‌گیری 20 دقیقه میندازمش تو آب در حال جوش. قشنگ دل و جیگرش حال بیاد. هر چی توشه میاد بیرون. الان وقت نمک زدنه. ببین چی شد. از آب جوش درش میارم، میندازمش تو تخته و پوستاشو میکنم. حالا وقت مرینیت کردنه. این رو با ادویه‌ای که تو کپشن براتون نوشتم مرینیت میکنیم. حالا میره تو یخچال. بعد چند ساعت درش بیارم. سبزیجات اینجا ریز میکنم. کف قالبم میریزم. اختاپوس رو به این صورت میذارم رو سبزیجات تا در برابر گرمای فرن نسوزه. فویل رو به این صورت قشنگ دور قالبم میپیچم. حالا وقتشه بره تو فرن. 20 دقیقه زمان پخت اختاپوسه. 15 دقیقه میذارم با فویل بپزه و 5 دقیقه فویل رو در میارم تا اختاپوس رست بشه. به به، ببینید چی شده این اختاپوس خوشمزه.